برای هم عبوس میگم وای اکثر ما با سری وای مونه گوش کو اوجی کو نبود 15 روز بود چند روز در حج بود اومد اونجا نسرش کلاشی گفت که نوری بیزیب کرده وای کرده گفتم خیلی من همین حاجی ابینه مشه نمره شبینه بود چند در چیلیچو دیگه همین روش گفت بود تناید نواسا نرسه گروش یعنی اگر رازبورکین خدیم رازبورکین باشه من کیف کردم رازبورکین با کیف کردم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بچه‌ها که با خنده زنگ بزنیم این ماشینی نو خریده این کوربورو این سیونکو با قای کردن دختر سیونکو این نبودن ما این قناویگری شدگه که بریم ببینیمش چیکار کرده یا خی بیا زنگش بزنیم دیگه جا باشه بابا خان دیگه جا باشه بابا خاند السلام علیکم اوجی و علیکم السلام خوب هستی اوجی جان الحمدلله شکرانه الله چو کرده اوجی جان سازی تنجی دیگه جای اوجی شکرانه الله پاک بچه اومدی حج یا که عربستانی نه اومدم این قناویگری این ماشین این سیامکو و کو گفتم ببینیم تا هیچ کو کنستی تا بچه در این نبودن ما این قگپ چپ شده است دیگه جای اوجی ما حاضر نمیم مسجد دوار زکو مسجد دوار اینجا نماز خواندم برو ماشین دارم حاضر هم یکینو میرم بوله گلازنوی دا اوه شی بعد همی اوه شی من دست اخواتم موزمیوم اوجی جون بسم جوزمیوم بیا شرینر بیا اوه گاب نیست اوجی جون گاب نیست خب موزمیوم خیر بیا انا بچه ها پیشی با قند بریم این نویگی ویدیو خطی و دخترهای خود بینیم چی کم میکنه چی کار دسته از میریم انشاءالله انا که پیشی با قند بریم از میریم بریم با قند میبینیم کوی با قند چی کار اخونه هسته با قند حاجی چی خیلی حاجی اینا حاجی اینا این ماشین حاجی را بینیم حاجی ابینه ماشه این نمره شبینه بود چند در چیلیچو دیگه این ماشین شبینه ماشین حاجی نه السلام علیکم حاجی جان چه خیلی حاجی خوب هستی تنجی سازی شکرانه چاکای حاجی جان سازی تنجی شکر الحمدلله شما چه خیلی مبارکی ماشین نو حاجی جان مبارک شوی کی اومدی من همین نو اومدم بیا کی گرفتی ماشینا ایره خیا گودمی حمید خدا باور که حمید همین ماشینا داد گفت که همین بگی هک بگرد فقط دعا میگم این مبارکی ماشین خدا مبارک ماشین اینه کدوم وقته بگو اینا خود تیارم اینا میخیزه میریم گام نزاج جان این دهمی ماشین سیونکا کردی نه وای ماشین سیونکا میونه چخیلی واه حاجی نخو بچه ما چی گفتیم سیونکا چی اخی دهمی ماشین کم دختم همون یه نواسه بود باور که من نمیدونم چوی مردم خیلی گام میزنن خیلی نه گوش کده ایشه بود حاجی جان خیلی آمد هوای 6 تا کمی جدا اول با هم یاد چخونه بود خواخونه باشه وای کجا افتی نه خودش اومده گفت بابا جان چه خیلی سازی تیم گفتم خودم ساز تنج صحت سلامت خباشته اونجا یک خواخونه بود چی بود چایخونه بود چی بود خورتاخونه بود اوقات خودم اونجا خیلی با مرا وای کرد سیام کرده گفت بابا جان ما از سیام کمینم گفتم چی گپ تنجه خیلی مهر محبت دارن همین مثال گوش کده نه گوش کشورا جان همین مردم همین مهر و محبت نسبت بابا ما هم چیه بابا هم چیه نیتی صاف هم چیه دلی صاف خاطی اوخه پگه همین عروسی میکنن دخترامون و نواسامون میریم دعاشون میتیم کو نه یا عروسی میکنن دعاشون میتیم یا جمعه ببینن میگه بابا جون یا دعامون بتکو و بعد چی ما دعا دادم بعد چی یگم گپ زیاتی شید یگم دلی چون مردم خیلی دلی نیتی بعد دارن موزیکا مونتاژ کردن موزیکو موزیکا عموما نداره ماشین من بخدی موزیکا نداره موزیکا نداشته کرده خیلی برای همین مرام هر کس زنگ زده که بابا خیلی شما نواسه ندارین خواهر ندارین دختر ندارین من حیران میشم که شما چه خیلی آدم نوخی یا باید زپسی نو برو اومده اخی نمی
اینی کی کدوم اونو چیم داره یک کسالیه کو عباس برای هم عباس میگم وای اکثر من با سری وای مونه گوش کو شورا جان حاجی جان خیلی مردم هر چی میگن یا خیلی میشال منو دخترکم میشال ای دوست داری بابی جان گفت دعامت بخت سفید بیایم و یا ای دوست داری شه یا خیلی آدم ای بخیلی شه مثال بخیل میگه بابا کیه کی برام اومده یوتیوب دگم میزنه یا خیلی آدم دیگه مثال نمیدونم ممکن ای مهر و محبتی که بابا امیر رو خیلی چی گناه کردم من نمیدونم کی هادی نمیگه یگم دخترک یگم کمپیره که یگم مثال ایالم بشینه و در مارشروت کام میشینن یا جایی در تاکسی میشینن یا جایی در بازارها میرن گفتی مردک بینی گم میزنن او ما گناهگوش ما شیشتم خیلی جا های کرده ابوز اگه بوش از برای ما پیشا یا گپ بگم گوش کن بیا میور کوردور میشیم همه یوتیوب که ما رکو همه حاجی دوستم بسیار نصیحت کرد پانوش با همه حاجی دوستم کو بهترین انسان مرا نصیحت کرد چندین بار نصیحت کرد همچی یک برادر همچی یک فرزند همچی یک فرزندی فرزانه ملت همه دوستم رو بار کرد چی میگن خیلی کدام آدمی هست که در همین یوتیوب عقیبش گپ نمیزنه پسی پوچو هزار غیبت همه گفتن بگیرن ما همه گپ میزنیم که یک کس وقتش خوش شوه یک کس مثال تجربه روزگار را گپ زنیم یک کس مثال یگم چیزا بفهمونیم این یگم چی نداره خیلی من در یوتیوب برآمد کردم خیلی که من همچی یک چهره بابوگی من برآمد میکنم من نسبت یگم غرض ندارم نسبت یگم بدبین ندارم نسبت یگم دل نیتی بد ندارم یا تنی پروردگارم همین لوبای مصفده برای خونش نوسته داره مثال دختر داره مثال وای داره میگه بابی جون یا دو پس وای اومد ماشین ما داشت من بردم با وای مویکا داشته چی بود وای دختری خیلی پراسیون بود او گفت که بیا بابی جون ماشین پول نشوندن دادن گفت بابی جون ده حق ما فقط دعا کن من گفتم خدا بخت سفید تمام اینا میگه همچی بابا نمیدونم چی میگن یا خیلی مگر میشه سوار نکنیم میشه گام نزنیم بگیریم محکم کنیم خیلی نیست مبارکی ماشین خیلی همش میشه ان شاء الله همین عصب وایرون میکنن ده کیف کرد اصلا کیف کرد کوخی کیف کرد تو اگر رازبور کنی قدیم رازبور کن باشه من کیف کرد رازبور کن با کیف کرد نه رازبور کن باشه اچکی این اچکی نه دیگه کنوپکر میگه کنوپکر میگه کنوپکر میگه من اچکیو انا ده ماشین بوبر ده ماشین پول ترقی در میلیون اینا رازبور میشه برای رازبور گام میزنم مخی hanım xeyli. Kiçiga peki. Boboy Terminator şey. Terminator şehrine Sikay Terminator. Ana akıt sikay tojiki. Tojiki khayne böyle tojiki misal mehmuni ya. Mehmuni merim. Da doti merim. Da doti ana khil merim da khil merim. Doti man khil merim khaym bobo da bobo tokira memnuni. Tokira memnuni tamam. Raftan بگیریم. Ana بچه‌ها یا چیز میگم برای بابا بسیار بار وای میکنین بابا کان یا مرده که خیلی زنده دیل مقصد دا خیلی دستیون که مقصد وای میکنه پس اکران به حد مرده که خوبه مرده که مهمون نوازه با همه این نمیده همه قدیده میره با همه یگای یا با یگان کس کینه یگان چی خیلی بدی نداره با همه یگای برای همون یگون خیلی گپای قبیح نگین همین یک چی دیگه که همین حاجی اما دخترک او دختری پراسوی نیست وای کورگره وای که من سال چیزی نمیگم نامشم نمیدونم وای دختری که زوره با همین حاجی دوستم قدیما یک وای کردم انا نوار کردم باگو بیا صورت بگیریم که حاجی دوستم که ایگو ما صورت نمیگیریم گفت که گفت بر وقت ما قطعی صورت گرفتگیم گفت چیه نشون داد 5 سال پیش همین حاجی دوستم که صورت گرفته بود گفت که حاضر با صورت نگیرم چروی نمایان او بس حاجی دوستم که صورت گرفت بعد وای کرد بعد گفت که بابا قد صورت میگیرم من گفتم مارش نواسم خیلی صورت بگیرم و صورت که حاجی دوستم شوخی کرد که همین روش گفت بود تنایت نواسا نرسه گروش یعنی ما که همین خیلی شوخی کرد همین شعر بهودا گفت اگه نیستی بنی آدم اعضا یکدیگرن که در آفرینش زیاد گهورن چوزه به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار اگه بعد ما یه نوارم کردیم گفته اون نوار گفته که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم ما همونجا اگه کم تا رازبور بود کم تا میره چپانا گفتیم در برو وردن چو همه مردمی سربلندی توجی که عزیزم
همه همدیگریمون رو پس میزنه من نمیزنم پسش کردم ما جوگی وطن ما کو جوگی وطن پریوت سنکیم که جوگی وطن ما با حرفین شهروندی وطن ما حرفین توجیک حرفین مسلمان مخن ای نوجوان مخن ای نوجوان زینهار بر موی سفید ما که این برفی پریشان بر سری هر بام می آید. برای هم برادرها چیزی که میگه نمیگه بابای خان مردکی به حد مردکی زورای زنده دیلای انا که جده با یک چیز دیگه که بسیار کم کم شعر میخونه و میکنه که ای سکوتم رو با باران هدیه کردم تمامی زندگی رو گریه کردم. اوخی هر یکی معنی داره. من میخوام که نوارای خوب کنم شما بعد میبینین بابورا شما آدمایی که بابورا بعد میبینین که انگشت شمارین انگشت شمار فهمیدی شما آدمون از دوستی یا بدبخت دشمنی آورد به مردم روزی سخت چی دشمنی میکنه شما با ما چی قدر دشمنی میکنین با شما دوستی میکنم چی قدر ما گپای قبیه میکنین چی قدر منتج و شانتاز میکنین ما شما رو با الله پاک وای میکنم شما تشویش نشید من یکم کسی عطیت نمیتونم ای وقتی که استاد قدیم حاجی دوست مرا که عموما عطیت نته عموما یکم کامنتر نخون عموما قطعی همین چیونه که نوار خوب که من همین حاجی که نبود 15 روز دو چند روز در حج بود اومد اونجا نسرنش کلاشی گفت که نواری بیزیب کرده وای کرده گفتم خیلی من همین خیلی نمیدونم اخی همین خیلی آدم یک شل یک مادری دیگر هم بیا بگه یکم سخن که خیلی سخن میگم چه بابا سخن میکنم اینا خوش مو وای کنه ارو زنده دلیشا زنده دل کیه برای همون به همه یک انا برادرها حاجی رو آوردیم حاجی پدرکش همه تیم بهترین پدرکای انشاءالله با رسول الله حاجی جان دخیا بخوام اوه ماشاءالله بهترین دخیا با از همه بهترین توفا نمون چه حاجی جان اوه قرآن کریم مدینه و شما قرآن اوه ماشاءالله 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 سخن الله خونداش میتونی ما همین شیر قرآن پدرم بسیار مهنت کرد انا برای قرآن حضور حضرت الحمد حضور بیام انا که الحمد ایست سر میشه حضرت الحمد سر میشه بعد اوسش بوای میشه دیدی ولی هوی کرده این است اینا بهترین توفا آورده به من شورا جون حاجی جون قند من بسیار نه که من همین خیلی پدرم بسیار مهنت کرد برای مهنت کرد گفت که انا محمد جان گفت بخون گفت یاد بگی ملا شو گفت این قدر مثال وای گفت ملا شو نتونستم یک 10-15 سوره هم عیاد کردم و حرفا رو کم میشناسم نه که خوندنش خیلی مثال حضرت الحمد که من میدونم اینم الف بولم زبر ال ه بومیم زبر هم دال پیش دو الحمد لام بولم زلی لام الف زبر لا ه زرحی لله ر بو به زبر رب به زبر با لله رب عین رب